سلام بچه، اومدیم با بازی رئال بارسا. من رئالم و تیمی که میخوام انتخاب کنم بارسا که در مقابلش بازی کنم. خب حالا رئال گرفتیم، اینم بارسلونا، والورده. خب میریم سراغ بازی. خب بارسایی بازی رو شروع میکنن. وینیسیوس هم اول بازی تو میگیره، حالا خود امباپه عمل دیریب کرده، کیلیان امباپه میزنه ضربش و توی دروازه. کیلیان امباپه حالا میره لالایی بخونه برای بارسلونا. حالا سری دوباره بازی شروع میکنن. بارسایی ها این دفعه تو میگیره، حالا میده به امباپه، امباپه دوباره نه، امباپه این دفعه نتونست از دفاع رد شه. حالا چی کار میکنه کیلیان امباپه؟ وای دوباره توپ رسیده به آردا گولر، آردا گولر توی دروازه، اصلا بکنم میلیمتری رفت. خیلی عجیب بود گل والورده. از بالای دست دروازه‌بان فکر کنم رد شد. حالا بیلینگام میده به امباپه، کیلیان امباپه نتونست رد بشه از دفاع بارسا. حالا دوباره توپ گیری امباپه، کیلیان امباپه دوباره توپ امباپه از دست میده. چه خوب تک میزنه، توپو میگیره. حالا امباپه اصلا آفساید نیست، میره داخل خود امباپه و توی دروازه. یه گلم آردا گولر زده بود. حالا دوباره امباپه، امباپه، امباپه نه نتونست این دفعه رد شه. حالا خود کیلیان امباپه، بیلینگام چه گلی میزنه این بیلینگام. وای تو از جلوی رد شد. حالا والورده میده به کیلیان امباپه، کیلیان امباپه این دفعه تکرفی نکرد و پاس داد. خطا رو رفتم گرفتم و چرا نگرفت برام؟ اوه 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 توپ از دست میدن. حالا یه ضد حمله میشه. خیلی اصلا ضد حمله نبود. حالا آردا گولر را میندازه اونور، کیلیان امباپه، کیلیان امباپه تک به تک، کیلیان امباپه گلش هم میزنه کیلیان امباپه. پنج تا حالا زده رئال بارسا رو. حالا رودری پاس میده به کیلیان امباپه. فکر کنم یکی از بازیکنه امباپه میگم بازیکنه رول مصدوم شده. وای قشنگ داد به دروازه‌بان. آردا گولر نبود. حالا وینیسیوس جونیور چه پاسی هم داده. وای باید استوم میکرد بعد میزد کیلیان امباپه. حالا کیلیان امباپه خود کیلیان امباپه به اطرف. حالا والورده ارسال میکنه، ارسالش بلنده، یه سر میزنه
ولی سر بعدی یه راست به اوت میره. یعنی امباپه دنبال توپگیریه، به دنبال توپگیری میره ولی موفق نمیشه. حالا وینیسیوس موفق میشه توپگیری کنه. والورده این دفعه امباپه پاس داد. حالا با یه تک توپو برمیگردونن کیلیان امباپه. دقیقاً والورده پاس داد. وای حالا آردا گولر. وای آردا گولر توپ از دست داد. والورده میاد و جمع میکنه. آردا گولر موندم همیشه این خسته است، کی خسته نیست. این گل والورده بود فکر کنم. مثل دفعات قبل امباپه بهترین بازیکن زمین شه. حالا وینیسیوس میندازه برای کیلیان امباپه. این دفعه توپ رو پاش میشینه، گلش هم میزنه. حالا عکس امباپه نیاوردن. ناردا وای چه تکلی زد، خیلی بیادف. حالا این بر والورده میندازه برای امباپه. وای امباپه دیر رسید به توپ و دروازه از سنگرش بیرون اومد و توپو گرفت. اینجا بالاخره تک زدن جواب داد ولی دوباره آردا گولر این دفعه توپو از دست داد. رافینیا توپ از دستش در میارن. حالا این دفعه بیلینگام قشنگ توپو در آورده. کیلیان امباپه اونجا فرار میکنه. اینم ضربشه. کیلیان امباپه و نیمه اول بازی ببینیم کیا گل زدن. خب اینجا توپ انداخت موقع داخلیه، اینطوری زد توی دروازه. اینجا پاس داد وینیسیوس داد بالا امباپه. خب یه گل امباپه، دو گل امباپه، دو گل والورده، دو گل امباپه، یه گل بیلینگام، سه گل امباپه، 4 تا گل امباپه. پس الان امباپه از همه بالاتر. امباپه شنیدی چی گفت؟ اینا دقیقه‌هایی که گل زد رو نشون میده. حالا کندر جا میذاره وینیسیوس، اونجا کسی نیست، خودش میزنه ضربه رو. آردا گولر خسته شده. حالا بریم یه تعویضی بدیم چون میخوام تیما رو اشتباه بزنم، اینطور بهتر. اینو به این پسر بعدم یادداشت میذارم، به جاش کارباحال میارم جای خودش. بهتر اینجا. خب آردا گولر پستش چیه؟ آروی. این استی آروی آر ام آر سی ام آروی. رودریگو رو میارم. چند تا رودریگو داریم؟ وای اومدم بیرون. این میره آردا گولر. خب آسنسیو پست شروع
سی بی. این آر امه. من که این عوض کردم. این ال اینم میخوایم اشتباه بذاریم. بهتر از این 2 نفر اشتباه بذاریم بهتره. والا اینم میاریم جای کامنگا، میاریم تو. حالا میاریم سراغ بازی. یه هد امباپه چه هدی زد. نگاه کنید اینجوری زد گفتم گله ولی بغل دروازه گذشت. اینم تهدیدی شد برای بارسایا. حالا کیلیان امباپه 12 تا شوت زده به سمت دروازه، سمت چارچوب. نصفش گل شد، یعنی 6 تاش گل شد. کیلیان امباپه دوباره دریب. این دفعه پاس میده آفساید. ای خود، باید یه بازی برم بدون آفساید. میدونی بچه ها مثلا. حالا کیلیان امباپه، بیلینگام اونجا اون امباپه بود. آسنسیو وای نتونست رد کنه. حالا رودریگو چرا هنوز بازی میکنه؟ چه پاسی داد اینور. وینیسیوس جونیور متخصص دریبل کردن کنده. وینیسیوس جونیور خوشحالیش انجام میده. وینیسیوس جونیور سرعتش بالا شد. حالا خود وینیسیوس میخواد مثل امباپه همه رو جا بذاره. این کارم میکنه. حالا گلش هم میزنه و گل. یازده تایی شدنشون مبارک. با اختلاف 11 تا گل عمرن بتونن بارسایی برگردن. اگه میخواستن برگردن اون موقع میتونستن. هنوزم وقت هست برای جبران، ولی اگه میتونستن جبران کنن 11 تا گل که هیچ 12 تا نمیخوردن. حالا بیلینگام توپ دست میده. جود بلینگام حالا میفرسته برای وینیسیوس. آفساید. وینیسیوس گرفت. وای موهای اسمش یادم رفت و ببینیم. اسمش واقعا یادم رفت. توپو گرفته. حالا این دفعه توپ ماله. وای امباپه بود. حرف داشتین که فقط کل بدن باید بیشترش بگیم کلش افتاد. لب خط توپو میگیره. اینجا والورده
چه نتیجه ای رو دیدیم امروز. حالا توپ گیری میکنن، امباپه نباید توپو بگیره، افسایده. باید بریم کرد تا برسه به والورده که الان یادم نمیاد. اصلا هم خطا نیست، زده شد تا اینجا گل. آفساید شد؟ نه آفساید. نگون اینجا کلن داخل آفساید بود، بعد برگشتی شد زد. امباپه همیشه یادمه داخل آفسایده. بچه اصلا بهتون پیشنهاد میکنم هیچ وقت پاورشوت نزنید. من پاورشوت زدم، نصف موقعیتم بیشتر گل نشد که همیشه بد بود پاورشوت برام. قبلا خوب بود، من اینجوری شد. حالا امباپه این دفعه خدا کنه آفساید نباشه. چه پاسی داد بر والورده، ولی خیلی بد بود. اگه والورده اونو تنها بود توپو میگرفت عالی میشد. حالا این ور کیلیان امباپه رو هوا نذاشت تو بازم پایین بیاد. چه پاسی داد برای وینیسیوس. آسنسیو بود دیگه. ارسال میکنه داخل، یه هد بلند که رودریگو اصلا. حالا یه بازیکن وینیسیوس تعویض میشه دقیقه 84. فایده ای هم نداره به حال بارسایی ها، چون اصلا نمیتونن جبران کنن. خب حالا ادامه بازی. کارت زرد برای رودریگو. حالا کیلیان امباپه، وای اینور. حالا رودریگو، نه بیلینگام خود بیلینگام. بله میزنه ضربشو بیلینگام. و 13-0. پنالتی. نه اصلا رای به دروازه نداره این شوتش. حالا امباپه میره گل بعدی. نه خیر، بیلینگام نمیره. یه خطا کنیم آخر سری که نشد.